درود، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراه شما. نخست نگاه به سرخط خبرهای مهم. در فرخار یک مادر را برای بدری انداختن 4 فرزند خردش بازداشت کردند. جسد 2 طفل خردسال را یافتند. جستجوی 2 تای دیگر ادامه دارد. بازداشت خبرنگاران روسیه در آذربایجان جنجال بین دو کشور را زیادتر کرد و انتظار می رود اوضاع از این هم بدتر شود. پیش از این اگر در یاد داشته باشید، ازبک و تاجیک و قرغیزها را نام می‌بردند که گویا به روسیه به جان برابر اجازه نمی‌دادند که زندگی و پیشرفت کند. حال اکنون گروه‌های جنایی آذری‌ها شدند. در دهات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان تقسیم آب عادلانه تر شده است، ولی در دهات خشک هنوز هم آب آبیاری کافی نیست. آشتی کردیم لیکن آب کم شد. دیر آمد. در ناحیه فرخار تفتیش سبب‌های فاجعه ادامه دارد که مردم این ناحیه را وحشت زده کرد. در اینجا مادر 27 ساله با قصد خودکشی خود و 4 فرزندش را که بزرگترینش 5 ساله و خردیش 3 ماهه بوده است به رودخانه انداخته است. خود مادر حالا زنده است. جسد 2 کودک را یافتند. جستجوی 2 تای دیگر در یک رود بزرگ هنوز هم ادامه دارد. جزئیات در گزارش همکار ما در کلاب محمود جان رحمتزاده. در ناحیه فرخار فاجعه دهشتباری رخ داد. شب 29 به 30 ایون یک زن 27 ساله با نام مدینه حلیمова خود و 4 فرزندش را از روی پل به دریای سرخاب انداخته است. یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار این خبر را تصدیق کرد. با گفته او تا حال جسد 2 کودک محمد شریف زاده 3 ماهه و زینب عبدالله خانزاده 3 ساله پیدا شده است. جستجوی 2 نفر دیگر لطافت عبدالله خانزاده 5 ساله و یاسمین عبدالله خانزاده 3 ساله حالا هم ادامه دارد. همان شب مدینه آمده از بالای کوپروک اول کودکانش را میپرتاید و از پای فرزندانش خودش را هم میپرتاید، اما از آب بیرون میبراید ولی فرزندانش را پیدا نمیکند. به خانه میرود و صبح حادثه را به شوهرش گفته است. در اول کسی باورش نمیکند. بعدا وقتی کودکان پیدا نمیشوند در پای جستجویش میشوند و به مقامات خبر دادند، گفت مصاحبی ما. طبق اطلاع رسمی حالا مدینه حلیمова بازداشت شده است و دادستان ناحیه فرخار نسبت او با ماده 104 قسم دی کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی آدمکشی پرونده جنایتی باز کرده است. این اولین بار نیست که در تاجیکستان زنها دست به خودکشی یا کشتن کودکانشان میزنند. در گذشته مقامات چنین فاجعه ها را به خشونت خانوادگی ربط میدادند. تا این دم مقامات درباره جزئیات فاجعه فرخار شرح نداده‌اند. آنها هنوز نگفتند که چی عامل باعث گشت که یک مادر 27 ساله دست به چنین عمل زده خود و 4 فرزند کوچک خود را به دریا پرتاید. مقامات ناحیه فرخار تنها اصرار داشتند که تفتیشات ادامه دارد و سبب‌های حادثه فاجعه بار بعدتر رسما اعلان خواهد شد. بازداشت 2 خبرنگار روس در باکو جنجال بین آذربایجان و روسیه را سخت‌تر کرد. مقامات گفتند که روز 30 میون در اداره خبرگزاری دولتی سپوتنیک روسیه در شهر باکو تفتیش انجام دادند و ایگور کارتاویخ مدیر دفتر و یوگنی بلاوسوف سردبیر را که گویا کارمندان FSB و یا خدمات فدرالی امنیت بودند دستگیر کردند. جزئیات دیگر در گزارش همکار ما برات یوسفی. بازداشت 2 خبرنگار با دستان بسته و نمایشکارانه بردن آنها به سمت ماشین مسکو را عصبانی کرد که سفیر آذربایجان را به وزارت کارهای خارجی روسیه خواندند. با او گفتند که حکومت از عملکردهای غیردوستانه و بازداشت غیرقانونی خبرنگاران روس سخت ناراضی است. مقامات آذربایجان میگویند ایگور کارتاویخ مدیر دفتر و یوگنی بلاوسوف کارمندان خدمات فدرالی امنیت روسیه هستند و صبح روز 30 ایون دستگیر شدند. دیرتر یک خبرنگار دیگر را که برای شبکه‌های روسیه کار می‌کرد نیز دستگیر کردند. بازداشت شهروندان روسیه بعد آن صورت گرفت که روز 27 ایون ماموران خدمات فدرالی امنیت روسیه 6 نفر از آزادی طلبان را در شهر یکاترینبورگ دستگیر کردند. در جریان عملیات 2 برادر حسین سفرов و ضیاءالدین سفرов به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه گفتند که همه این افراد شهروندان کشور هستند و یکی به سبب از کار ماندن دلش فوتیده است. اهل خانواده‌شان گفتند که این برادران از ضرب لطوکوب و شکنجه جان باختند. به قول مقامات روسیه بازداشت شدگان به قتل‌های فرمایشی سال‌های گذشته متهم می‌شوند. حکومت آذربایجان بعد این عملیات مقامات انتظامی روسیه را به قتل هدفمندانه آذری‌ها متهم کرد. و دیپلمات‌های روس رسما نامه اعتراضی داد و برنامه‌های فرهنگی روسیه در آذربایجان لغو شد. در آذربایجان این نگرانی هست که ممکن است احوال آذری‌ها در روسیه از این هم بدتر شود.
این خبری نو نیست. این کار از پیش بود. در 30 سال اخیر وضع از این هم بدتر بود. سالهای 90 مردم را اخراج میکردند. ما حالا درباره کشتار و حمله و وحشیگری ها صحبت میکنیم. پیشتر از این هم بدتر بود. حالا برای من این مسئله مهم است که آیا بعد این اخراج آذری ها و راندن آنها از روسیه به کشورشان آغاز می شود یا نه؟ ایده از تحلیلگران میگویند که تعقیب آذری‌تباران در روسیه یکی دیگر از معرکه‌های هدفمندانه مقامات انتظامی کشور است که سر چند وقت با مردمان کشورهای دیگر شوروی سابق انجام می‌دهند. اول از گروه های سازمان یافته جنایی چشن تبارها را دشمن می گفتند. پیش از این اگر در یاد داشته باشید ازبک و تاجیک و قرقیز ها را نام می بردند که گویا بر روسیه به جان برابر اجازه نمی دادند که زندگی و پیشرفت کند. حالا اکنون گروه های جنایی آذری ها شدند. حالا بسیار می شنوم که گویا همه جامعه آذری تباران جنایتکار هستند. اینجا معلوم است، یعنی میخواهند با جنایتکار نامیدن آنها را بدنام کنند. در پس منظر این ماجرا پارلمان آذربایجان از شرکت در یک نشست مشترک با وکیلان پارلمان روسیه دست کشید. سفر معاون نخست وزیر روسیه به باکو را هم لغو کردند. کرمل این قرارهای آذربایجان را تأسف انگیز نامید. رابطه های روسیه و آذربایجان از سالهای گذشته به سردی گرایید و بخصوص بعد آنکه آذربایجان روسیه را به سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربر متهم کرد. در نتیجه سقوط هواپیمای آذری در ماه دکبر 38 نفر جان دادند. خبر دیگر هم از روسیه است و سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید قاعده نوی سفر به روسیه و ثبت نام در زمینه رو آیدی و گرفتن QR کد اختیاری است. خبر نظام نوی ورود به روسیه از روز 1 یول نگرانی مهاجران تاجیک را به میان آورد که شتابکارانه عازم این کشور شدند و قیمت بلیط هواپیما هم با یک بارگی بالا رفت. مولا رجب یوسفی و امیر اسایف از دوشنبه گزارش می‌دهند. سفارت روسیه در تاجیکستان در صفحه تلگرامش نوشته است ثبت نام شدن در ضمیمه رو آیدی و گرفتن QR کد پیش از سفر به روسیه اختیاری است. سفارت گفته است که نداشتن QR کد هنگام عبور مرزی روسیه مشکل ایجاد نخواهد کرد و اساس برای رد کردن ورود به روسیه نمی شود. سفارت تنها گفته است ثبت نام در ضمیمه رو آیدی هرچند اختیاری است ولی بعضی برتری ها دارد. از جمله شهروند خارجی میفهمد که حق ورود بر روسیه را دارد یا نه. در سفارت روسیه گفتند آزمایش شیوه نو تا سال 2026 ادامه میکند. روز 1 ایول در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و هم چند نقطه بلیط فروشی در دوشنبه تصدیق کردند که گرفتن QR کد پیش از سفر روسیه حتمی نیست. خبری رسمی برای شهروندان تاجیکستان درباره اختیاری وارد کردن QR کد از جانب سفارت روسیه تا حال نبود. سفارت روسیه در ازبکستان اعلان کرده است که این چاره حتمی نیست. شهروندان می توانند به طور اختیاری QR کد و دیگر اسناد ضروری را به مثل پتنت یا بیمه طبی تهیه سازند. فکر می کنم که شهروندان ما را نیز با این خبر خوشنود می کنند. قاعده نوی سفر مهاجران به روسیه و طلب رمز خاص از آنها را یک تلاش مقامات انتظامی روسیه برای نظارت مهاجران می دانند. روسیه دوام 1 سال اخیر نزدیک به 40 قانون نوی نظارت بر مهاجران را قبول کرد. از جمله اکنون پلیس روسیه می تواند که بدون قرار دادگاه شهروندان خارجی را اخراج کند. ده‌ها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که بدون سبب روشن آنها را از فرودگاه‌های روسیه پس گرداندند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه. با پایان رسیدن تعیینات و علامتگذاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان که یک زمان محل جنگ و مناقشه به تکرار بود، حالا زندگی مردم دو طرف را بهتر کرده است. مردم دهات مرزی که اکثرا کشاورز و باغ پرور هستند میگویند دیگر مثل سالهای پیشین آب را از همدیگر با زور و دعوا نمیگیرند. فرزان محمدی، خبرنگار ما در ولایت سوخت. عمرقل قلماتوف رهبر یک خواجگی دهقانی در زمین‌های کشاورزی نزد سرحدی از حاصل باغش خوشنود است. و در ناحیه جبار رسولوف 10.5 گکتار زمین کشاورزی دارد. قلماتوف 3 سال پیش در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی از خشک شدن درختانش شکایت کرده بود. این سال زردالو خدا را شکر جدی هم نقص شد. مسئله آب هم این سال نقص. چیم پیشترانی سالانده خدا را شکر 100 بار نقص. همه چی میرسد. برای بچه ها
همش خرسند، دهقانش هم جمع کرده گرفتن. با گفته این کشاورز بهتر شدن وضع آبیاری در منطقه به مناسبت کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان ربط دارد. آبی که به زمین‌های کشاورزی ناحیه جبار رسولوف می آید از کانال خواجه باقرغان سرچشمه می گیرد. مناسبتشان جدا شروعی پارسالانگی با این نه یک دیگر دور باشد شما نظمی سلامتتان نظمی گفته 3 روز و آب 3 روز آب این ما آب کانال پر شده میاد 2 روز لیلمبه میگذارد طرف لیلمبه یک نیم روز ما ولی دیگر دهقانان ناحیه میگویند به سبب کمبارش آمدن سال و تغییریابی اقلیم زمین‌هایی که گندم و جو کاشته بودند حاصل کم آورد. نشد آب دیر شد وزمین شد دهقانا دویم حاصل کرده نتونستن برای آب همینجا نساز کن پیش که قرقسته آب میفرامد آب پای میبراند امسال اما خداش آمیم نشد ما بایم گذران نتونستم آشتی کردیم لیکن آب کم شد دیر آمد. مسئولان پایگاه‌های آبکشانی میگویند که از این به بعد وضع باز هم بهتر خواهد شد. کانال پر کرده میبیاد اما 10 کوب باین آمده است آذره. اکنون با هوا گرم میشود اگر تا 12 کوب بیان مول میشد. در همین حال دهقانان جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروف میگویند امسال تماما مشکل آب نداشتند. قسمی از زمین‌های کشاورزی این ناحیه مرزی نیز با ناحیه لیلک قرقیزستان برای استفاده آب مشترک دارند. درونی قرقیزکی کانال گذاشتگی از همونجا آب میاد. و امسال چه خیلی بوده امسال چه خیلی آب؟ خیلی حاضر امسال سکم حاضر به نقص. تامین آب در منطقه‌های نزدیک مرزی از دشواری‌های اساسی میان تاجیکستان و قرقیزستان نام بر می‌شود. در 5 سال اخیر تقسیم آب چند دفعه باعث به سر زدن مناقشه میان دو طرف شده و حتی به جنگ‌های خونین کشاند. مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان برای کشیدن خط سرحد که سرچشمه آب و تقسیم آن را نیز در بر می‌گیرد ماه مارس امسال به پایان رسید. کشاورزان امید دارند که امضای سازش مرزی مشکل آنها را تا اندازه حل کرد، اما در بعضی حالت به گفتهشان طبیعت خسیسی نمود. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های نزدیک مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. و خبر دیگر هم در باره آب و هوا است. اداره هواشناسی تاجیکستان از آمدن هوای گرمی طاقت فرسای تا مرز 50 درجه‌ای در کشور هشدار داد. در اطلاعی که اداره آب و هواشناسی نشر کرد گفته می شود که از روز 3 تا 7 ایول حرارت در ولایت ختلان از 42 تا به 47 درجه می رسد. در ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت سوخت هوا تا 43 درجه گرم می شود و در شرق کشور هم که عمدتاً حرارت معتدل دارد مردم باید از گرمی تا 42 درجه‌ای در سایه ها پناه برند. هوای گرمی طاقت فرسای امروز اروپا را هم به تنگ آورده است. مثلا در فرانسه حرارت 38 درجه پیش بینی می شود. با نشر این نوار بامدادی خبرنگاران رویترز از قول اداره هواشناسی فرانسه نوشتند که از میان 101 ناحیه 84 تای آن در وضع فوق‌العاده قرار دارند. هوای داغ در اینجا تا میانه‌های هفته ادامه می کند. همین گونه گرمی فوق‌العاده در کشورهای دیگر اروپا اسپانیا، ایتالیا، پرتغالیا و آلمان نیز مد نظر است. بنا به خبرهای تازه 1 نفر در فرانسه و 1 نفر در ایتالیا به سبب هوای گرم جان دادند. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org و در صفحه‌های ما در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهدار.